هی رفقا چطورید؟ من فرد هستم و خیلی خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو اومدیم که بریم یه مپ فوق‌العاده خفن به اسم The Color Escape که لینک دانلود مپ هم داخل دیسکریپشن ویدیو هست. اگر که دوست داشتید میتونید برید و دانلود بکنید و به نظرم بدون هیچ مطلبی دیگه بریم سراغ ویدیو. اینجا منطق همیشه هفتیره سر کن شل کن ایست باس کو خیلی نرم و ریز بگاس افیلکس و نیش باس اگه گیر داد بگیر روش تیز بگاس جب نده داشتم بذار ببینم چیه داستانش استیلو ببین یارو خود پاساره دوتا میدیم قضیه میشه ماسمالش یا که نهایتا دوشم خوابه توی پاسگاه چت نگو الان اینجاییم و استارتش هم که این شاکره خیلی تابلوه. بله چی میشه پلیسش کرد؟ تابلو خداییش. Level 1 Green Room Unlocked و چیزی که میبینم و ناراحتم میکنه ذره گلس این پارکور و احساس میکنم که برای شیدر رو خاموش کنم که بتونم راحت تر ببینمش. بچه ها ببخشید ولی اینجای ویدیو رو بدون شیدر میریم دیگه، چون که همه چی خیلی همرنگی اینجا و سخت دیده میشه. خدای پارکور، خدای تکنولوژی هم شت. نه کات ایتور کات ایول بابا بل خفن. من خدا اینو از چیکارش کنم؟ Lime stainless can be placed on smooth quartz. اینجاست بود گلس هیه. آها بله خب ایول اینم که اینجا میبینیم، اینجا تابلو اینجاش عالی بودم، درخشیدم. بله خود ایول خیلی خب یه دونه دیگه گلس بکنم. تمام شالکرات توشون همین گلس هاست دیگه. این چیه؟ Find the combination. ای وای بر من. خب این چیزه رمزشو باید یه جا پیدا کنم. Complete the puzzle. پازل رو کامپلیت کنم این باز میشه، میتونم برم اون شالکر اونجا رو بگیرم. دیگه چی داریم؟ دیگه اینجا ایول ندیدم. اینجا باز شد، میایم اینجا. من چیکارش کنم؟ زود اومدم اینجا یه دو شالکر هست. چجوری قراره من برسم به اون شالکره؟ این از این گرین وول که اینو بذارم. اومد تو ولی نیومد. ایوه حالا اینو میذاریم اینجا. اینو کجا میتونیم بذاریم؟ امرالد بلا. یه پارکور اون ور باز کرد که به اون شالکره میرسه. فکر کنم یه دونه نه دو تا گلس میخوام. ای وای آها من هنوز اونو حل نکردم. اونم باید بگردم دنبالش ببینم کجاست. مپ باحالیه واقعا، دارم حال میکنم با مپش. یه چیزی اینجا آها خودشه حله. 0111 0110 شو. اینم از آخریش بنازم. تموش. خفنم ببین خفنم. Level 2 Yellow Room Unlocked. شالکره چیزی که نه. یه لول هم دیدم.
خب این چیکار کرد؟ چی اینجا؟ ایوه یلو وول میتونم بذارم. خب یلو وول کجاست اینجا؟ ایناش اینجا راه نداشت. ببینم لیبرال رو میزنیم اینجا میره. ایول ایول رفت. ای بابا بذار تعریف کنم از خودم. لدر داد که میتونیم رو گره کارپت بذاریم و این یلو استنگل است که میدونیم باید کجا بذاریم. گره این گره اونم گره همینجا میتونم برم. خب رو هیبل که اینجا بود یه پارکور رو باز کرد که من دوباره باید اینجا رو برم پارکور کنم. استریپت برچلاگ اون قبلی بود فکر کنم. آره چرا اینا بودن نه. آها همین پلیس آف بلاک آف گولد. بلاک آف گولد اونجاست. دوباره من اینجا رو برم بیخیال. فعلا که نه پارکوراش خیلی من اذیت کرده نه خود مپ. خب گلدن شاول که میتونه یه گره کانکریت پاودر بزنه که میدونم کجاست دقیقاً و اینه یه لست اینو برم بذارم اول شکستشو. ایول خیلی خوب. این میتونه روی یلو وول باشه که اینه یلو وول اون بالاست. پارکور جدید من اصلا نیده بودم اینو آجی پشمام. چیزل سندستون باید اینجا باشه دیگه چون تنجه سندی اینجا. ایناش بنازم. فایرهات مراحل یکی پس از دیگری رد میکنه. لول 3 اورنج روم پارکور رو میبینم. من اینجوری کنم رسیدم. اونو نمیدونم اونم احتمالا باید بردارم دیگه. این چیه؟ دراپ 5 اورنج تول تیپ. آره دقیقا اونم باید بردارم. پس همینجا که هستیم اینم ترای میزنیم برداریم. یس بیفت اینجا. خب بعدشی الان اونجا اکیژیا لاگ باید بذارم. نه و اکیژیا پلنک باید بذارم که اونجاست. لاوا پول داریم اینجا. لاوا پول یعنی یه چیز زیر لاوا پنهون شده. اینو دیگه همه میدونن. پس یکی یکی بلاک رو چک میکنیم که اولین چیز زدیم something has changed و بله ایول ایزیه ها خدایی خیلی ایزی. دوباره پارکور. ایول هورا چه روی هانیکام بلاک بره اوناش. پارکور سخت پارکور ناراحت کننده. ماگما چرا داره؟ ای وای یس اورنج وول اینا. گره کارپت میتونه بکنه. گره کارپت میدونم کجاست. رد سندستون میتونه بکنه. یه دونه گلس هم داریم.
به به سالفر لایت گری استین گلاس و اینجا به یه لور بود something moved in lava باش. حالا اول بریم اینو ببینیم. لایت گری این میشه. نه اینه. اوچی اونو من بر نداشتم. وای اونم باید بردارم. شیت. یه بار دیگه این پارکوره رو بریم. بده من اینو. تو هم بیفت اینجا، تو هم بیفت اینجا. حالا برنامه بعدی چیه؟ آها یه چیز تو لاوا تکون خورده بود. دوباره تست میکنیم. چیکار میکنم؟ ولی برداشت به هر حال من ندیده بودم. خیلی تابلو بودیم. خیلی تابلو. نمیدونم چجوری تا الان ندیده بودم اینو. هم بیفت اینجا. فکرم یه دونه اورنج کلیپ دیگه میخوام. اینجا چیز دیگه جانن. چطوری من اینو گفتیم تو دیگه. میتونه استریپت آکاژیا وود رو اینا که لاگن اونه، یعنی اون باشه دیگه. یه دونه اورنج سینگلس هم دوباره گرفتیم. اینم میذاریم اینجا و دوباره ما این پارکور لعنتی رو بریم. Yes. 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 وای خیلی سخت. یعنی واقعا فشار مضاعف خوردم. اوف. تا صبح فشار خوردم. وای لول. بابا بذار شروع شه. تابلو چیزا رو مخلوط میکنه. سازنده بلد نیست. رد ماشروم بلاک. اینم بریم دیگه تمامش کنیم دیگه به نظرم. عالیم. یعنی دیگه پارکورای ساده هم نمیتونم برم اصلا. ولم کن. خب ایول. Complete the puzzle. Craft the key and drop it here. Craft the key here. یعنی اینا رو باید بیارم اینجا، بعد این دیسپنسر برام دیدو شوت میکنه بیرون. همچین چیزی. کرافتینگ تیبل که ندارم. اونم گفته بود که رو اینجا کرافت کن دیگه. اینا کاری نمیشه. آخ راست من میگه که یه چیزی باید اونجا باشه. من ترایی میزنم براش. جدی دارم نمیدونم که دقیقا باید چیکار کنم. شاید مثلا اینجا رو باید برم. یا شاید یه چیزی هست نمیدونم. این چیه این پایین؟ کم که نه. اشمام. استری منگروو لاگ. اونا منگروو لاگن ولی شاید هم وودن. منگروو لاگو من از کجا پیدا کنم؟ ایناش ندرک میتونه بکنه و یکی از اون آیتمای لازمم گرفتم.
ندرک هم میدونم کجاست. میتونه روی رد ندر بری که میدونم کجاست و این دیگه از اون آیتمای لازم. یه سیب میخوام فقط دیگه. قطعا پارکور رو باز میکنه. اصلا همه لیورا داخل اینجا یه پارکوری رو مپ باز میکنن. حداقل این یکی چیز نداره، ماگما بلاک نداره. جامپ های خیلی سختی داره ولی حداقل ماگما بلاک نداره. بنازم وایت کارپت و بالاخره یه دونه دیگه گلس. وایت کارپت اینجا بود. اینه، این وایت نیست. وایت کارپت داره اصلا اینجا. اون ور چی؟ اینجا وایت کارپت ندیده داشت. بهش وایت کارپت نیاز داریم. کل مپو دارم برمیگردم چون واقعا احساس میکنم که اونجا باشه. وایت کارپت ریدم خیلی بد شد. اشکال نداره، حالا اونو با چیت وایت کارپتو میکنیم دیگه، چیکارش کنیم. ای وای اینو با هم میکنیم. اینو من بچه ست بلاک میکنم چون که نمیشه دیگه، چیکارش کنم. اونو نباید از دست میدادم. بیا بچه شرمنده دیگه. رید خیلی بد ریدم آجی، خیلی بد ریدم. خب اینا رو آیتماش همه رو گرفتیم. چی داد؟ این رو باید این را باید اینجا بذاریم. رد وول میتونیم بذاریم. ایناش چی شده؟ خب این یه پارکور ساده یه دیگه جدی. ایول خیلی خوب. منگروو اسلپ که اونه هاشش. خب آیرون پیککس داده با که میتونه بلاک آف ردستون بکنه که دیدم بلاک آف ردستون اونجاست و اینم هست. این دوباره باید این پارکوره رو بریم. بنازم حاجی. بکنم دیگه تو هم اینجا کافیه. یه جاشم ریدیم بچه ها ولی اشکال نداره دیگه. کاریه که شد و مجبور شدم که ست بلاش بزنم. ویدیو کاتش نمی کنم و همین دیگه رفقا. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو رو دیدید. اگر که خوشتون اومد حتما کانال منو ساب بکنید و ویدیو رو لایک بکنید. دوست دارید این مپ رو ادامه بدیم حتما تو کامنت ها بهم بگید و بدون هیچ مطلبی. خداحافظ بچه ها، دوستتون دارم. ماچ.